آیا میدونستید که یک ویتامین ساده میتونه کل زندگیتون رو تغییر بده؟ ویتامینی که مثل یک معجزه‌گر برامون عمل میکنه. چیزی که ما حتی نمیدونیم کمبودش رو داریم یا نه. و همین کمبود میتونه روی خلق و خو، انرژی، سیستم ایمنی و از همه مهمتر سلامت استخوان‌ها تأثیر بذاره. ویتامینی که بهش ویتامین خورشید هم میگن. ویتامین دی. در دنیایی که بیشتر وقتمون رو در خونه یا محل کار میگذرونیم، خیلی از ما به اندازه کافی این ویتامین ضروری رو دریافت نمی‌کنیم. در این ویدیو بررسی می‌کنیم که چرا ویتامین دی انقدر مهمه، چگونه به وجود میاد، چه خطراتی با کمبودش در بدن ایجاد میشه و چطور میتونیم به سادگی نیاز بدنم رو به این ویتامین حیاتی تأمین کنیم. همراهان عزیز، لطفاً ویدیوی ما رو لایک کنید و با این کار به ما انرژی بدید تا بتونیم مطالب علمی مفیدی رو براتون جمع آوری کنیم. و اگر هنوز کانال ما رو دنبال نکردید، ما رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید. ما میتونیم از طریق نور خورشید و غذاهایی که میخوریم ویتامین دی بدنمون رو تأمین کنیم. وقتی نور خورشید به پوست میتابه، در زیر پوست ویتامین دی تولید میشه که بهش ویتامین دی غیر فعال یا ایناکتیو میگن. وقتی ویتامین دی غیر فعال وارد کبد میشه، به ویتامین دی فعال تبدیل میشه. به کلیه ها میره، در اونجا تقویت میشه و وارد خون میشه. پزشک با یک آزمایش خون ساده میتونه متوجه بشه که مقدار ویتامین دی فعال در بدن شما چقدر است. یکی از مهمترین نقش‌های ویتامین دی در بدن اثر بر روی استخوان هاست. ویتامین دی باعث میشه استخوان ها بتونن کلسیم، فسفر و مگنیزیم رو جذب کنن. این عناصر معدنی استخوان ها رو محکم‌تر میکنه. این ویتامین همچنین نقش مهمی در بازسازی استخوان ها داره. لازم به ذکر هست که نور خورشید ویتامین دی رو به بدن ما تزریق نمیکنه، بلکه ویتامین دی در بدن ما ساخته میشه. برای درک ساخته شدن ویتامین دی در بدن لازمه که بدونیم نور خورشید دارای دو پرتو UVA و UVB هست. وقتی نور خورشید به صورت مستقیم به بدن میتابه، با یک نوع کلسترول در زیر پوست همکاری میکنه و ویتامین دی رو تولید میکنه. اما اگر نور خورشید از پشت شیشه به بدن بتابه، پرتو UVB از شیشه عبور نمیکنه و فقط UVA عبور میکنه. بنابراین از پشت شیشه اشعه مفید خورشید خنثی میشه و اشعه غیر مفیدش به بدن میرسه. برای همین هست که میگن نور پشت شیشه در تأمین ویتامین دی نقشی نداره. غذاهای مختلفی هم وجود دارن که ویتامین دی فراوانی دارن، مثل زرده تخم مرغ، ماهی‌های آزاد، جگر گاو و گوسفند. البته نکته مهم در مصرف جگر این هست که حتما از سلامت اون اطمینان داشته باشید. پوست انسان با همکاری نور خورشید یک کارخونه تولید ویتامین دی محسوب میشه. پس ما باید به اندازه کافی در مقابل نور خورشید قرار بگیریم. چون اگر تابش نور خورشید به بدن انسان کم باشه، باعث کمبود ویتامین دی میشه. البته اگر نور خورشید به بدن زیاد بتابه، صدمه زننده و سرطانزا هست. سوال اینجاست که ما باید چقدر در مقابل نور آفتاب قرار بگیریم تا نیاز روزانه بدنمون تأمین بشه. این مسئله به ژنتیک و رنگ پوست ما بستگی داره و همچنین به جغرافیایی که در اون زندگی میکنیم. چون زاویه تابش نور خورشید در مناطق مختلف متفاوت هست. دانشمندان میگن برای پوست سفید در مناطق گرم روزانه 10 دقیقه آفتاب کافی هست و یک سفید پوست شمال اروپا در منطقه ما کمتر از 5 دقیقه نور آفتاب براش کافی هست.
ولی اگر ما به شمال اروپا بریم، مدت زمان بیشتری رو باید در معرض نور خورشید قرار بگیریم تا ویتامین دی مورد نیاز بدنمون تأمین بشه. اثرات کمبود ویتامین دی: استخوان درد، اسپاسم و گرفتگی عضلات، ریزش مو، بروز عفونت‌های مکرر در بدن، احساس ضعف و خستگی، اضطراب و افسردگی. بیماری نرمی استخوان یا راشیتیسم بیماری شایعی بوده که تا قرن 20 ناشناخته محسوب میشد و هیچ دلیلی جز کمبود ویتامین دی نداشت. وقتی ویتامین دی به بیماران خورانده شد، این بیماری تقریباً ریشه‌کن شد. مشکل دیگه‌ای که در اثر کمبود ویتامین دی در دراز مدت به وجود میاد، انحراف استخوان‌ها و حتی ستون فقرات هست. ویتامین دی مانند سایر ویتامین‌ها باید به اندازه مصرف بشه، چرا که مصرف بیش از حد اون باعث ایجاد مسمومیت در فرد میشه. خصوصا در مورد کودکان بسیار محتاط باشید. دوستان عزیز، حالا که با اهمیت ویتامین دی و تأثیرات فوق‌العاده اون بر سلامتی آشنا شدید، میتونید با یک آزمایش ساده مطمئن بشید که بدنتون از این ویتامین حیاتی به اندازه کافی برخوردار هست. فراموش نکنید که با کمی قرار گرفتن زیر نور خورشید و مصرف غذاهای غنی از ویتامین دی و همچنین مشورت با پزشک برای استفاده از مکمل مناسب میتونید سلامت و انرژی بیشتری رو به زندگیتون اضافه کنید. با ما در جاده سلامتی بمانید.